سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در تالاب استیل آستارا. امروز شنبه 16 تیر ماه و ساعت حدود 3 عصر. تالاب یا مرداب استیل در سال 1384 یکی از 5 منطقه برتر گردشگری استان گیلان انتخاب شد. یکی از جاذبه های این دریاچه جزر و مدر اونه که باعث میشه که درختان رشد کرده در این تا یا درون آب مدفون شن یا سر از آب بیرون بیارن. وجود ماهی های مثل کپور و اردک ماهی، پرندگان نادر که به این تالاب مهاجرت کردن از ویژگی های دیگه این تالابه. فاصله این تالاب از شهر آستارا 7 کیلومتر و در جاده تالش به آستارا قرار داره. متاسفانه اوضاع گردشگری در اطراف این دریاچه همینطور که میبینید اصلا جالب نیست و یکی از صدها مکان جذاب و دیدنی استانه که با بیمهری و بی‌توجهی مسئولین روبروه. رنگ جالب سبز آب هم که احتمالاً به خاطر جلبک هاست توجه آدم رو جلب میکنه. اگر به دیدن جاهای دیدنی شهر آستارا علاقه دارید، مثل بازار ساحلی، رانندگی در سطح شهر، سورتمه و تلکابی، گردنه حیران، حتما پلیلیست مربوط به شهر آستارا که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار دادم هم سری بزنید. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.